لوقا 9:57 هر جا که بروی من هم میایم. آمین. هر جا که بروی منم میایم. I will follow you wherever you go. Luke 9:57. لوقا 9:57 هر جا که بروی من هم میایم. آمین. هر جا بری من هم میام. لوقا 9:57 هر جا که بروی من هم میایم. لوقا 9:57 هر کجا که بروی من هم میایم. آمین. Luke 9:57 I will follow you wherever you go. Amen. I will follow you wherever you go. لوقا 9:57 هر جا که تو بری من هم میام. آمین. I will follow you wherever you go. Luke 9:57. لوقا 9:57 هر جا که بروی من هم میایم. آمین. لوقا 9:57 هر جا که میری من باید میام. لوقا 9:57 هر جا که بروی من با تو میایم. آمین. هر جایی که بری من هم میام. لوقا 9:57 هر جایی که بروی من با تو میایم. آمین. سلام بچه ها، خوبین؟ بچه ها این عکس‌ها رو ببینین. کدوم یکی از اینا شما رو صبح بیدار میکنه؟ آفرین بچه ها، ساعته. دیلینگ دیلینگ دیلینگ. کدوم یکی از این عکس‌ها چیزیه که توش میشینیم و میگه حد زدین؟ آفرین بچه ها، ماشینه. خب بریم بعدی. کدوم یکی از این عکس‌ها چیزیه که توش میخوابن؟ آفرین بچه ها، تخته. با من عکس‌ها رو بشمارین. 1 2 3 تا عکس. داستان امروز راجع به چی میتونه باشه؟ بریم از خاله مهسا زریبری بپرسیم. سلام زریبری. سلام خاله مهسا. خاله مهسا، من یه سوالی برام پیش اومده. ما کی میتونیم با خدا صحبت کنیم؟ چه سوال خوبی زریبری. به این عکس‌ها نگاه کن. چه جالبه. ببین خاله پگا چی برامون فرستاده. یه ساعت کوکی، ماشین و تخت خواب. خاله مهسا، من یاد مدرسه افتادم، چون من با ساعت کوکی از تختم پا می شدم و مامانم با ماشین منو می برد مدرسه. چه جالب. زریبری فکر میکنم این عکس‌ها به داستان امروز خیلی مربوط میشن. پاشین بچه‌ها با هم بریم اول داستان امروز رو از خاله الناز بشنویم و برمیگردیم. آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست، دوستم میداره، کلام او زنده است، به من راه و یاد میده. بیا بریم سفر، آیات یاد بگیریم، دعا کنیم نزد خدا، دست هم رو بگیریم، دست هم رو بگیریم. 1 2 3. یکی بود ولی تنها نبود.
کلام خدا بیکار نبود. حنا از اونجایی که بچه‌ای نداشت خیلی ناراحت بود. اما بچه‌ها اون دعا کرد و خداوند پسری به نام سموئیل به اون داد. حنا خیلی قدردان این نعمت بود. به همین دلیل سموئیل رو به خدا تقدیم کرد تا اون رو خدمت کنه. حنا پسر کوچیکش رو در پرستشگاه پیش ایلی کاهن گذاشت. سموئیل به ایلی پیر و نابینا کمک میکرد. حتی زمانی که ایلی در اتاق نزدیک پرستشگاه یا همون هیکل استراحت میکرد، سموئیل در خود پرستشگاه میخوابید. در یکی از شبها سموئیل صدایی شنید که اون رو صدا میزد. سموئیل. اون بیدار شد و پیش ایلی رفت. سموئیل گفت من اینجا هستم. ایلی با صدای خواب‌آلود گفت من تو رو صدا نزدم. برگرد و بخواب. سموئیل به رخت خواب خودش رفت. ولی دوباره اسم خودش رو شنید. سموئیل دوباره پیش ایلی رفت. ایلی آهی کشید و در حالی که خواب‌آلود بود گفت من تو رو صدا نکردم. برو و بخواب. وقتی سموئیل برای سومین بار اسم خودش رو شنید، ایلی به اون گفت که این صدا صدای خداونده و اگر یه بار دیگه تو رو صدا زد بگو بله ای خداوند، خادم تو گوش میکنه. پس سموئیل همین کار رو انجام داد. خداوند گفت سموئیل آیا میتونی پیام آور من باشی و کلام من رو کامل به قوم من برسونی؟ سموئیل جواب داد بله میتونم و تا زمانی که پیر شد این کار رو انجام داد. وای خاله مهسا دیدی؟ خدا و سموئیل شب تا صبح با هم صحبت کردن. فکر میکنم خدا خیلی سموئیل رو دوست داشت که اینطوری باهاش حرف میزد. منم مطمئنم که خدا به ما هم گوش میده. زری بری ما چه شب چه روز میتونیم به خدا دعا کنیم. چه خوب خاله مهسا. میشه حالا که این خدای مهربون رو داریم بریم براش یه سرود قشنگم بخونیم؟ بله زری بری بله بچه ها، شما هم آماده این با هم سرود امروز رو بخونیم؟ من که خیلی آماده. پس پاشیم بریم. شادی در قلب خود، در قلب خود، در قلب خود. من دارم شادی در قلب خود، در قلب خود. من شادان هستم، خیلی خوشحالم. عیسی میبخشد
بری خدا همیشه صدای ما رو میشنوه و حتی در کلامش نوشته شده که صبح، ظهر و حتی شب ما رو میشنوه. پاشین آیه این هفته رو با هم بگیم. مزمور 55:17 صبح، ظهر و شب خدا صدای منو میشنوه. Psalm 55:17 Morning, noon and night the Lord hears my voice. کیمیا جان، شما هم میتونی این آیه رو برای ما بگی؟ بله خاله، سلام بچه ها. مزمور 55:17 صبح، ظهر و شب خدا صدای من رو میشنوه. آفرین بچه ها، بیاین با هم دعا کنیم. چشامونو ببندیم و دستامونو رو هم بیاریم. میخوایم با خدا صحبت کنیم. خداوندا، مرسی که هر موقعی که باهات صحبت میکنیم تو صدای ما رو میشنوی. مرسی که انقدر ما رو دوست داری که حرفامون برات مهمن. خیلی دوستت داریم. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها، یادتون نره که هر جایی که هستین و هر ساعتی از روز میتونین با خدا صحبت کنین. خدا خیلی خوشحال میشه وقتی صدای شما رو میشنوه. تا دفعه بعد، خداحافظ بچه ها. عزیزای خاله، یادتون نره آیه هاتون رو برای ما بفرستین آیه هاتون رو.